پدر ای امید خاندان، ای قوت دل ما، ای کسی که تمام هستی ما بدی. افسوس که امروز در خانهات ما را ماندی و خودت به خانه یا خیرت رفتی. صد افسوس برای تا بخبرت خانه خالی میتوا دیگه در پیش چشمم. پدر خالی ای جای تو، خانه رنگی یه والا نمیکشه سنی خودش. پدر خالی ای جای تو، پدر خالی ای جای تو، در خانه ایرم چو قصرت آوی تهرت تیار کردم برای نمازی عصرت. با عادتی دایمم نکی تو نستی امروز خانه دمایم. مادری تنهای پرسو زیر شش نهال تو بای شش فرزنده چیزی داده تا بگی ماشین خانه و درته نکی بر بگرده قلم برای یا خیرم بار وسیعت ممکنه تو خیر خوش بکی قطی من بین پدر دیا چی دارم. آخیران روزی تره روزی دوشنبه سحر بدار کردیم بچم کار بره و جای کار بدی چک زنگی تلفن الا مزه یا تاتو نسته بیه قرابالا جان دادی روی دستای فرزندی پدری خودت نکی لحظه یا خیرده ندیدت فرزندی خودت. دو خانه مادر مای، دو خانه خواهر مای، دو خانه غیری ما با 4 تا برادر مای. اگر تنها میبودم و بیتم میماندم بد ما خونه قصر میگشت و جنم میماندم قدم ما برای که نصیحتات میایا پشی روی ما پشی رو میه خیزمتای کده در توی ما تویم کدی حواس خورد یه بار بد پدسن که من کم نباشم پدر بین دوست و دشمن چیزی که در کار بود برای حیات ما تو کدی ما تو با جا آوردی همه قرضای پدری تا. مادر عشق میرزه شبها پناهی رازی دل میگه باش سنی صورتی تو بجایی بیا قلم در خوش لحظه او را شد که مادر غلامی درگشت بیا او را آزاد که تو انتخابی خوب داشتی داری حیات پدر غیری 4 برادرت یافتی به خطه دادر گرفتیش به دادری به دوستی به رفیقی وقت نشان داد خدمت که چو دادری حقیقی. امو ششت جسم به جانتا اما مونده که لحده او دادر به دوست بهترین بود پدر الله که حق تا. پدر کارایی که کردی نسبت فرزندات بگو چه برگردانم شه بجز یک کف دعا. من میخواستم مسای دست تو باشم در پیری میخواستم مسجد برم تا نمازی جمعه خانی میخواستم کعبه برم تا حج کنی با مادرم. ای بی من نبوده ای بی تقدیری نامرد پدری که برای ما تمام دنیا ما ساخت ای تقدیر سای دستی و بدن من نخواست میخواستم برات همه کاره که در شاید خدا نکی افسوس نمیتونم بجز یک کفی دو.